چطور امیدوارم حالتون خوب بشه. من امیر هستم و خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. همونطور که از تامنیل و تایتل ویدیو متوجه شدید، تو این ویدیو قراره که با هم بریم ایونت های جدیدی که قراره وارد گیم بشن رو با هم ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه همونطور که میبینید قرار یک اسکین مشت وارد گیم بشه. اون توکنایی که میبینید مثل گرگن، نمیدونم اونا چیان، شاید مثل ایونت گلبرگ باشن. حالا اسکین مشت صداش تو ویدیو معلوم نیست، به نظرم اسکین مشت خوبی باشه. بچه اسکایوینگ جدیدم قراره که وارد گیم بشه. اسکایوینگ به شدت خفنیه. بچه این ایونت ها دقیق نمیدونم که کی وارد گیم میشن، ولی تو یکی دو ماه آینده قرار که وارد گیم بشن. هم بچه اومد تست کنه. همونطور که میبینید توی هوا شکل عوض میکنه. خب بچه اینم بویاپس بعدی که قرار وارد گیم بشه. بچه دقیق نمیدونم بویاپس بعدی وارد گیم بشه یا بعدیش، ولی قرار وارد گیم بشه. یه اسکین مینیمیزی داره، لوت باکس، پروفایل، اسکین ماشین، یه دونم نید، یه دونم لوت باکس داره. بچه یه دونم بگ داره اگه اشتباه نکنه. آره یه دونم بگ داره. بچه یه دونم دنس داره. این هم از ست اصلیش. بالاتنش به نظرم خوشگل باشه. دوتا اسکین M14 با دوتا اسکین UMP قراره وارد گیم بشن. اسکین UMP پایینی اکواتوره، تو گردون ها آوردتش. اسکین M14 به نظرم خیلی خفنن. گردونا بعدی یه ست جوونا با یه ست مردونا برده، مال ایونت رمضان دیگه. و یه دونه یخ و یه اسکین ماشین. این از ست مردونهش. این هم از ست زنونش. این هم از اسکین یخه. بچه این سایت رو دیدم، خودم هم متوجه نشدم چیه. یا ستاش رایگانه یا اون توکنا بود مال اسکین مشته. مثل گلبرگ باید جمع کنی اینا رو بگیرید. نمیدونم چیه. سایت خوبیه به نظرم. بچه اینجا هم دلار رمضان رو آورده با 3 تا دلار دیگه. توکناش 200 خورده میخواد. به نظرم خیلی جم ببره. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید. عشق منید. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.